پس از ساعتها صبر و گرسنگی، لحظه می رسد که دل روزدار پر از شکر می شود. لحظه ای که سفره افطار گسترده می شود و دلها با یاد خدا آرام می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. ترجمه: مردم همواره در خیر خواهند بود تا زمانی که در افطار شتاب کنند. یعنی وقتی که وقت افطار فرا می رسد، بهتر است روزدار افطار خود را به تأخیر نیندازد، چون که این کار پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و نشانه شکرگزاری پس از یک روز عبادت است. افطار فقط زمان خوردن نیست، زمان شکر است، زمان دعاست و زمان یاد خدا. افطار پایان صبر یک روزدار است و آغاز لحظه های رحمت و اجابت دعا.